به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام و وقت بخیر به همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با 48مین جلسه آموزش ریاضی پایه 5 ابتدایی در کنار هم هستیم. فصل 4 مبحث تقارن و چندزلی ها، تقارن محوری کار در کلاس. سوال 1 الف. کدام یک از شکل های زیر قرینه شکل داده شده است؟ با استفاده از شکل ها ابتدا پاسخ را حدس بزنید و سپس آن را رسم کنید. شکلی که به ما داده این شکل هست. حالا شکل 1 2 3 4 میگه ابتدا حدس بزن کدام یک از این شکل ها قرینه این شکل هست. حدس من شماره 4 هست. حالا میریم قرینه شکل رو رسم میکنیم تا ببینیم که آیا حدسمون درست بوده یا نه. ما در مورد قرینه نقطه ها و قرینه شکل نسبت به خط تقارن در جلسه گذشته کاملا توضیح دادیم. گفتیم میایم ابتدا نقطه گذاری میکنیم شکلمون رو و شماره میذاریم 1 2 3 4 5 6 به خاطر اینکه دچار اشتباه نشیم. ابتدا من میام نقطه 1 نگاه میکنم با خط تقارن 2 تا خونه فاصله داره. پس حالا من 2 تا خونه ادامه میدم. در این قسمت نقطه 1 رو میذارم. حالا نگاه میکنم نقطه 2 از 1 به 2 همونطور که داریم میبینیم 2 تا خونه رفته به سمت چپ. پس این بار من از 2 تا خونه میام به راست. پس این خط رو رسم میکنیم. شد نقطه 1 و 2. حالا نقطه 3 2 به 3 میبینیم 2 خانه میاد به سمت پایین. پس از 2 تا خانه میایم به سمت پایین و شماره 3 نقطهش مشخص شد. حالا نقطه 4 میبینیم که از 3 2 تا خونه رفته به سمت چپ. اینور ما از شماره 3 2 تا خونه میایم به سمت راست. پس شماره 4 هم مشخص شد. حالا شماره 5 میبینیم 4 به 5 2 تا خونه اومده پایین. پس از 4 به 5 2 تا خونه میایم پایین. حالا 5 به 6 نگاه میکنیم 1 2 3 4 تا خونه اومده به راست. پس از 5 به 6 4 تا خونه میریم به سمت چپ و نقطه رو قرار میدیم. تمام نقاط به هم وصل شد و در انتها شماره 6 رو به 1 وصل میکنیم. اگر نگاه میکنیم میبینیم که حدسی که زدیم درسته. شماره 4 میشه قرینه شکل ما. قسمت بعد میگه توضیح دهید که پیدا کردن قرینه یک نقطه از شکل چگونه به رسم قرینه کل شکل کمک میکند. دقیقاً تمام کارهایی که الان اینجا ما انجام دادیم رو حالا گفته بنویسید. اگر قرینه یک نقطه از یک شکل رو پیدا بکنیم، کاری که ما اینجا انجام دادیم، قرینه ابتدا شماره 1 رو پیدا کردیم با حرکت به بالا، پایین، چپ، راست. همونطور که دیدیم ما گفتیم که خب 2 تا خونه به چپ رفته، حالا 2 تا خونه به راست میره، 2 تا خونه به سمت پایین، 2 تا خونه به سمت پایین و همینطور ادامه دادیم تا قرینه شکل رو رسم کردیم. پس اگر قرینه یک نقطه از شکل رو پیدا کنیم میتونیم با حرکت به بالا، پایین، چپ، راست به مکان نقطه‌های کنار اون در شکل حرکت کنیم و به این ترتیب تمام نقطه ها رو مشخص میکنیم و در پایان شکل قرینه رو رسم میکنیم. به طور مثال گفتیم قرینه نقطه 1 رو مشخص میکنیم. حالا از 2 واحد رفته به سمت چپ تا به نقطه 2 رسیده. ما حالا 2 واحد به سمت راست میریم و به همین ترتیب نقطه های دیگر رو مشخص میکنیم و در پایان به نقطه شروع میرسیم و شکلمون کامل میشه. سوال 2 میگه ابتدا قرینه هر شکل را نسبت به خط تقارن تصور کنید، سپس آن را رسم بکنید. پس خط تقارن نگاه میکنیم. خط تقارن ما عمودی، افقی و عمودی هست. ابتدا سریع برای خودمون تصور میکنیم که تقارن با توجه به خط تقارنی که داریم قرینه این شکل نسبت به خط تقارن در کجا خواهد بود. بعد شروع میکنیم دقیقاً مثل شکل‌های دیگه اون رو رسم میکنیم. مثلا از این نقطه شروع میکنم، میبینم از خط تقارن 1 خانه فاصله داره. سریع این نقطه رو مشخص میکنم. حالا 1 2 3 4 تا خونه رفته به راست.
به چپ ببخشید. حالا 1 2 3 4 تا خونه ما میایم به راست. یک خانه رفته به سمت بالا، ما هم یک خانه یا یک واحد به سمت بالا میریم. حالا نگاه میکنیم یک خانه رفته به سمت بالا و اومده به سمت، همونطور که داریم میبینیم، راست. حالا ما یک خانه میریم بالا و یک خانه به سمت چپ. در اینجا نقطه رو مشخص میکنیم. حالا 1 2 واحد اومده به سمت راست، 1 2 واحد به سمت چپ ما در اینجا میایم و دوباره این نقطه رو میذاریم و برمیگردیم به نقطه شروع. به همین ترتیب شکلمون رو کامل میکنیم. حالا شکل بعدی خط تقارن ما افقی هست. دوباره نگاه میکنیم حالت یک مستطیل هست که یک نیمه از اون کشیده شده و نیمه دیگرش رو ما باید رسم بکنیم. با توجه به خط تقارن میبینیم که خب 2 تا واحد به سمت بالا رفته، پس 2 واحد میان به سمت پایین، نقطه رو میذارم. دوباره این نقطه همونطور که داریم میبینیم 2 واحد رفته به سمت بالا، 2 واحد میایم به سمت پایین، نقطه رو میذاریم و نقاط رو به هم وصل میکنیم. همونطور که داریم میبینیم شکلمون دقیقاً به خط تقارن دقیقاً از روی شکل عبور کرده. خط تقارن بعدی دوباره خط تقارن عمودی هست. نگاه میکنیم به خط تقارن چسبیده، یعنی از وسط شکل عبور کرده خط تقارن ما. حالا نگاه میکنیم 1 2 واحد به سمت چپ رفته، 1 واحد 2 واحد به سمت راست. حالا نقطه بعدی 1 2 3 واحد به سمت چپ، 3 واحد به سمت راست. دوباره نقطه بعدی 3 واحد رفتیم به سمت چپ، 3 واحد میاد به سمت راست. نقطه بعدی و نقطه بعدی 1 واحد 2 واحد به سمت چپ، 2 واحد به سمت راست. حالا نقاط رو به هم وصل میکنیم و شکلمون کامل میشه. سوال 3 میگه در شکل‌های زیر خط تقارن رو رسم کنید و توضیح بدید که چگونه این کار رو انجام میدیم. ما برای اینکه خط تقارن رو رسم بکنیم میتونیم شکل رو در ذهنمون سریع تصور بکنیم و اون رو در ذهنمون به 2 قسمت مساوی یا 2 نیمه مساوی تقسیم بکنیم، یا میتونیم از راهبرد حدس آزمایش استفاده بکنیم که بگیم خب حالا اگر از این قسمت مثلا از این قسمت بعد حدس آزمایشمون رو امتحان میکنیم ببینیم که به نتیجه میرسیم یا نه. یا میتونیم بهترین راه از شمارش خانه های صفحه شطرنجی استفاده کنیم. وقتی که ما صفحه شطرنجی داریم نگاه میکنیم الان شکل ما خط تقارن عمودی باید داشته باشه، خط تقارن افقی به هیچ عنوان نداره. پس میایم نگاه میکنیم 1 2 3 4 تا خانه داریم. حالا اگر بخوایم از وسط به 2 نیم تقسیم بکنیم باید 2 خانه در سمت راست 2 خانه در سمت چپ داشته باشیم. پس از این قسمت خط تقارن رو رسم میکنیم. الان 2 نیمه متقارن داریم. حالا شکل بعدی دوباره نگاه میکنیم میبینیم که خط تقارن افقی ما نمیتونیم براش بکشیم، حتما باید خط تقارن ما عمودی باشه تا به 2 نیمه مساوی و همشکل تقسیم بشه. حالا نگاه میکنیم در اینجا ما فقط 1 خانه داریم، پس باید اون رو از وسط نصف کنیم. حالا نگاه کنید نیمه چپ و راست ما با هم یکسان هست. حالا اگر شکل بعدی رو نگاه بکنیم خط تقارن عمودی و افقی نمیتونیم براش داشته باشیم. خط تقارن ما به صورت مورب هست. همونطور که داریم میبینیم از این رأس ما خط تقارن رو رسم کردیم. دقیقاً 3 خانه در اینجا هست، 3 خانه هم در این قسمت. حالا اگر نگاه بکنید در این قسمت 2 خانه و در این قسمت هم 2 واحد یا 2 تا خونه میبینیم. شکل بعدیمون دوباره یک فلش هست. این بار جهت فلش به صورت افقی هست. خط تقارنی هم که می‌بینیم خط تقارن افقی هست. دوباره 1 خانه در اینجا داریم می‌بینیم، پس اون رو باید از وسط به 2 نیمه مساوی تقسیم بکنیم. شماره 4 میگه که ممکن هست شکلی خط تقارن نداشته باشه یا بیشتر از یک خط تقارن داشته باشه. در شکل‌های زیر خطچین‌ها خط تقارن هستند. یک مستطیل می‌بینیم، مستطیل خط تقارن عمودی و خط تقارن افقی داره. در شکل بعدی ما یک چندزلی می‌بینیم که 2 تا خط تقارن عمودی و افقی داره. بعدی مثلث متساوی و ساقین هست، به خاطر همین فقط یک خط تقارن داره. شکل بعدی زوزنقه هیچ خط تقارنی نداره. ما اگر از این قسمت بخوایم شکل رو به 2 نیمه تقسیم کنیم متقارن نخواهد بود، به صورت عمودی هم نیست و اگر بخوایم از طریق رأس ها اون رو بخوایم
تقسیم بندی رو انجام بدیم و خط تقارن رو بکشیم، دوباره 2 نیمه مساوی نخواهیم داشت. حالا در قسمت بعد میگه در شکل‌های زیر همه خط‌های تقارن رو رسم بکنید. شکل سمت چپ همونطور که داریم میبینیم یک مربع یا لوزی مربع میبینیم. مربع یا لوزی مربع 4 تا خط تقارن داره. از ضلع‌ها نگاه بکنید، از میانه ضلع‌ها ما میتونیم خط تقارن رسم کنیم. یک خط تقارن، این هم 2 تا خط تقارن و قطرها نیز خط تقارن هستن. پس 4 تا خط تقارن داریم. در شکل بعدی ما یک خط تقارن عمودی داریم و یک خط تقارن افقی. در شکل بعدی همونطور که دارید میبینیم خط تقارن عمودی داریم، خط تقارن افقی و دوباره از این قسمت ما اگر شکل رو تقسیم بندی کنیم این نیمه با این نیمه با هم یکسان خواهند بود. بعد اگر تا بکنیم روی هم میافتن و از این قسمت هم اگر ما خط تقارن رو رسم بکنیم دوباره 2 نیمه برابر و مساوی خواهیم داشت. آموزش امروزمون هم در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده. در صورت لایک فراموش نشه، اگر هنوز عضو کانال نشید سریع سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت بذار، زنگوله روی حالت آل قرار بده. به محض اینکه ویدیو در کانال قرار گرفت از اون مطلع باشید. میتونید با عضویت در کانال تلگرام و نمونه سوالات و تمرینات بیشتر کنار ما باشید. تا آموزش های دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا نگهدار شما عزیزان.